اگر دلت گرفته و یه دعای خاص در دلت سنگینی میکنه، اگه به حرم امام رضا علیه السلام رفتی، همونجا جواب گرفتی، هنوزم وقتی یادت میاد اشکت سرازیر میشه، امروز میخوام با شما در مورد یه راز حرف بزنم. رازی از قرآن، از دل حرم و از عمق قلب خودت که اگه لمسش کنی، حرم میتونه تو دل تو ساخته بشه، حتی اگه هزاران کیلومتر دور باشی. راز اجابت دعا به اخلاص و یقین وابسته است. همونطوری که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند. خدا رو بخونید در حالی که به اجابت دعا یقین دارید. این حدیث زیبا یادآوری میکنه که ایمان قلبی و یقین به لطف خداوند یکی از کلیدهای مهم اجابت دعاست. پس تا آخر این ویدیو با من بمونید. یه تمرین خاصم میخوام بهتون بدم که خیلیا با اون معجزه رو تجربه کردن. سلام به دوستای عزیزم، امیدوارم که حال دلتون نورانی باشه. به کانال زندگی قرآنی و به دنیای فهم و بصیرتیابی خوش اومدین. اینجا فقط نمیخوایم در مورد کلمات صحبت کنیم. اینجا میخوایم در مورد اتصال با خدا امروز حرف بزنیم. ویدیوی امروز یه ویدیوی خاصه. یه صحبت قلبی در مورد امام رضا علیه السلام، دعا و اون لحظه‌ای که بغضت میترکه و میگی یا امام رضا. این یه ویدیو خشک و خالی نیستا، یه دعوت عاشقانه است به سمت خدا با الهام از نوری که از مشهد میتابه به سمت دلای خسته. همونطور که پیامبر صلوات الله علیه فرمودن، دعا سلاح مؤمنه و ستون دینه و نور آسمان ها و زمینه. این حدیث نشون میده که دعا کلید ارتباط با خداوند و منبع نوریه که میتونه دلهای خسته رو روشن. بخش اولی که میخوام براتون بگم اینکه چرا مشهد؟ چرا حرم امام رضا؟ تا حالا شده که حرم بری و همونجا جواب دعاتو بگیری و برگردی؟ حتما اینو برام کامنت کن. اون لحظه که اشکات رو صورتت داره میریزه و انگار که صدات بدون هیچ مانعی رفته بالا و به آسمون رسیده و جوابو گرفته و برگشته. حالا یه سوال ازت دارم. آیا واقعا اون آجرها و اون گنبد هستن که دعاتو میبرن آسمون؟ یا اون حال و هوایی که از حرم گرفتی، از اون پاکی اونجا، از حضور فرشته ها که اونجا هستن گرفتی با اون دل شکستت؟ خب اینا باعث شده که تو اوج گرفتی و رفتی به آسمون. خداوند متعال در قرآن کریم در سوره بقره آیه 186 به دلهای شکسته پاسخ میده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا سألک عبادی انی فانی قریب. هنگامی که بندگانم از من پرسیدن، بگو من نزدیکم. دعای دعا کننده رو اجابت میکنم وقتی که منو بخونی. این آیه یه حقیقت بزرگی رو به ما میگه، اینکه خدا از ما دور نیست، ما ازش دوریم، ما باهاش فاصله میگیریم، ما حال حضور با اون رو درک نمیکنیم. خدا هیچ وقت به ما نگفته باید کجا بری، چه ساعتی دعا کنی. میگه من فقط نزدیکم، صدام کن. وقتی که ما تو حرم امام رضا علیه السلام هستیم، تمرکز داریم، دلمون نرم شده، امید داریم، باور داریم که الان وقتشه. انگار که سیممون به خدا وصل شده و این دقیقاً چیزیه که کلید اجابت دعاست. باور، حضور قلب و احساس نزدیکی به خدا.
حرم با ما چی کار میکنه؟ حرم دلتو نرم میکنه، باورتو قوی میکنه، اشکتو جاری میکنه و اینا همون چیزاییه که خدا منتظرشه. نکته مهم این ویدیو اینه که میخواد بگه که حرم راهیه به درون خودت. اون گنبد طلا، اون صحنای پر از مردم، اون زیبایی‌ها، اون حوضای قشنگ فقط یادآور اینن. یادآور این که تو میتونی این حال رو خودت هم بسازی. حتی وقتی که تو اتاق کوچیکت نشستی و فقط یه دلی داری که به خداوند اتصال پیدا کرده. امروز میخوام کمکت کنم اون حال رو تو خونه خودت خلق کنی. نکته مهمی که تو این قسمت میخوام براتون بگم اینه که وقتی که ما به حرم امام رضا مشرف میشیم و زیارتنامه امام رضا رو میخونیم و ازش میخوایم که همه دعاهامون برآورده بشه، یه اتفاق خاص میفته اونجا. یه حال خاص پیدا میکنیم. حالت دعا پیدا میکنیم. این همون چیزیه که خدا از ما میخواد. میگه هر موقع که میخوای پیش من بیای، با این حال بیا، با این عشق بیا. تمرکزت فقط روی من باشه. باید از عمق وجودت و با اون حال خاصی که رفتی تو حرم امام رضا تجربه کردی، اونجوری بیا پیش ما. امام رضا علیه السلام اونجا به ما یاد میده که اینطوری دعا کنید که انگار همین الان با تمام وجودتون با خدا دارین حرف دلتون رو میزنید و باور داشته باشید که برآورده میشه. با تمام وجودتون از خدا نیازهاتون رو بخواید، با اشتیاق، با باور و با عشق. حالا که آموزش‌ها رو از حرم امام رضا گرفتی، اگه میخوای دعاهات هر روز اجابت بشه، خونت رو تبدیل به حرم کن. با دلت بخواه، نه فقط با زبونت. تو هم میتونی همین فضای اجابت دعا رو درست کنی. تو همون اتاقی که دوست داری، حالا روز باشه، شب باشه، کنار پنجره باشه، روی سجادت باشه. فقط کافیه که فضای حرم رو تو دلت آماده کنی. خضوع داشته باشی. اشتیاق داشته باشی. باور داشته باشی. و سیمت به خدا وصل بشه اونجا. اونجاست که معجزه به وجود میاد. خیلی مهمه. خیلی اینا رو دقت کنید. این سیم اتصال رو در تمام روزا با خدا داشته باشی و خدا رو باور داشته باشی. خدا خیلی مهربونه. خدا بیشتر ما رو دوست داره. ما اصلا درکش نمی‌کنیم. حالا یه سوال اینجا مطرح میشه. چرا بعضیا دعا میکنن ولی چیزی ته دستشون نیست؟ میدونی چرا؟ چون دلشون باور نداره. زبونشون فقط دعا میکنه. همینجا نقطه تفاوت بین انسان هاست. اونی که باور داره حتی تو خونش دعاش به عرش میرسه. ولی اونی که شک داره حتی تو حرم امام رضا میشینه چیزی دستش نمیاد بیاد بیرون. میتونی خدا رو تو قلبت مجسم کنی. میتونی خدا رو وارد خونه قلبت کنی. میتونی با خدا همراه باشی. میتونی بهش بگی دوستت دارم. با خدا حرف زدن خیلی آسونه ها. خودت باش. ادا در نیار. خودت باش. من هر موقع نماز میخونم میگم خدای من که میدونم از سرم بالا نمیاد. به کرمت قبول کن. کی ما میتونیم حق زحمت خدا رو به جا بیاریم؟ ما هیچ وقت نمیتونیم. ما واقعا نمیتونیم خدا رو درک کنیم. ولی میتونیم باهاش عاشقانه حرف بزنیم. خدا عاشقانه میخواد. میگه عشقم بیا. تو یه قدم بردار.
من 3 گام برات برمیدارم. حالا بریم سراغ کلید طلایی، بریم تمرین کنیم، یه دونه حرم تو دلمون درست کنیم. خیلی دلم میخواد که این احساساتو برا من بنویسی یا خالصانه بنویس، با همون زبونی که بلدی بنویس. بگو، بذار به همه برسه حرفامون، بذار بفهمن که با خدا میشه راحت حرف زد، میشه با خدا دوست شد. باور کنید سخت نیست. یه خاطره براتون تعریف میکنم، بعد اینو براتون میگم. یه سالی بود که دانشگاه تدریس داشتم و شب قدر بود و خیلی خسته بودم. خیلی خسته بودم. یه پیچی هم زندگیم خورده بود و خیلی ناراحتم بودم. عجیب ناراحت بودم. خیلی هم دلم میخواست بشینم بالاخره اعمال شب قدر رو انجام بدم. رفتم خوابیدم. به خدا گفتم که میدونی چیه؟ تو هر کاری دلت میخواد میکنی. خب حالا که دلت میخواد هر کاری دلت میخواد بکنی، من خستم میخوام بخوابم. هر چی برای مقربای درگاهت خواستی برای من بهترش کن. تخت گرفتم خوابیدم تا نماز صبح. خسته بودم ولی دلم هم خیلی شکسته بود. خیلی ناراحت بودم. بعد دیگه براتون بگم که اون سال بهترین سال بود. یاد گرفتم. خدا خودش بهم یاد داد. و عشقم فقط نمیخواد لغلقی زبونت باشه. از ته قلبت که باشه من کنارتم. حالا خودتون میدونید چه جوری میخواید این ارتباط رو بگیرید. میخواین یه گوشه تو خونتون روی سجادتون کنار پنجره یه جایی ثابت برای خدا، برای خلوتت با خدا جور کن. میدونی من آسمونیم. من کلا اصلا آسمون که میبینم و به وجد میام. اصلا اونجاست که باید هی بشینم حرف بزنم، مخصوصا آسمون بهار که اینقدر قشنگه. حالا اگه یه حال هوای احساسی هم داری، شمعی هم روشن کن و یه نور آرومی هم باشه و چشاتو ببند و اول متوسل شو به حضرت علی ابن موسی رضا. اگه اهل صلوات خاصه رو بخون. اگر نه که بگو السلام علیک یا علی ابن موسی رضا. دیگه ببین اصلا اینجا دیگه یواش یواش حال آدم عوض میشه. سلام امام رضای عزیزم. بعد با همون لحنی که داری به خدا بگو که یا من ارجوه لکل خیر. ای خدا من فقط از تو امید هر خیر و احسانی رو دارم. خواستتو بگو، از صمیم قلب بگو، با اطمینان بگو، جوری بگو که انگار حاجت روایی تو گرفتی. احساس کن که درای آسمون فقط برای تو باز شده. احساس کن که خدا صدات رو شنیده. با دلت انگار سیمت بس شد. دستاتون تو دست همه. این تمرین باعث میشه که یه حرم در درون دلت بسازی. و دلت برای خودت تنگ میشه. دوست داری همش تو اون حال هوا باشی. حالا فکر نکنید من احساساتی شدم ادا در میارم. من اصلا نمیتونم ادا در بیارم. من متوسل میشم. من ویدیو رو چه ضبط میکنم به خاطر اینکه باید با حسامم کمک بگیرم و مطالب رو بگم. بعد متوسل میشم. گاهی اوقات شروع که میکنم میبینم اون حسه نمیاد. بعد دیگه 3 بار سلام به امام حسین علیه السلام میدم. میگم اینو مردم میخوان بشنون. حالشو خودت بهشون بده. بعد این میشه که خودم هم تحت تاثیر قرار میگیرم. پس متوجه شدی که معجزه توی دل خودته. تو میتونی توی خونت باشی انگار که تو مشهد هستی و دعات هم مستجاب میشه. باید اون نوری که تو حرم حضرت رضا علیه السلام دیدی تو دل خودت روشن کن.
وقتی که روشن بشه خدا صداتو میشنوه. خودت دیگه رفتی بالا، نه صدات. حالشو ببر، کیفشو ببر. ولی وقتی اگه اونجا رفتی برای منم دعا کن. خداوند متعال در آیه 26 سوره شورا می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و یستجیب الذین آمنوا و عملوا الصالحات و یزیدهم من فضله. اول آخرشو بگم. خدا اضافه میکنه از فضلش برای کسی که ایمان آورده و عمل صالح انجام داده، دعاشو به اجابت میرسونه. تازه بیشترم بهش میده. پس چی شد؟ خدا دعای کسانی رو اجابت میکنه که ایمان دارن و کارهای نیک انجام میدن. اجابت یه مسیر درونیه. وقتی ایمان و نیت پاک و عمل نیک همراستا میشن، دعا قدرت پیدا. برای همینه که میگن وقتی دعا میکنید ببخشید مردم. وقتی دعا میکنید صدقه بدید. آدم وقتی میره زیارت امام رضا، انگار که امام رضا کمک میکنه تا این سه تا با هم جمع بشن: ایمان، نیت پاک و عمل شایسته. حالا وقتی که توی خونت هستی، خودت میتونی این سه تا رو درست کنی. حالا ازت میخوام فقط یه عهد با خودت ببندی. 7 روز 7 شب این تمرین رو انجام بده. فقط به خاطر اینکه خودتو به یاد خودت بیاری. و اگه حتی یه نشونه، یه حس یا یه نرمی در دلت ندیدی، این ویدیو، این کانال رو فراموش کن. اما اگه دیدی که توی زندگی یه چراغی داره روشن میشه، بگو الهی الحمدلله رب العالمین و ادامه بده. رهاش نکن. تو هر شرایطی هستی ادامه بده. خدا خودش دستتو میگیره. کار خدا مال خداست. ما فقط باید دل رو حرم کنیم. یادتون باشه دلتون رو حرم خدا کنید. دوستای عزیزم، ما هممون دلمون یه حرم میخواد. یه جایی که سیممون به سیم خدا وصل بشه. زیارت امام رضا علیه السلام یه شروعه که دلت رو حرم کنی. ولی انقدر تو زیارت امام رضا برای خودت مرتبه درست کردی که خدا دلش بخواد حرمش رو تو دل تو بسازه، دیگه این خیلی دیگه پارتی بازی میشه. ولی اونجا فکر کنم تو حرم امام رضا خیلی دلت محکم شده. امیدوارم که این ویدیو یه پنجره تازه باشه برای تو که دنبال اجابت واقعی دعاهات هستی و دلت میخواد که این اتصال بین تو و خدا همیشگی باشه. تا ویدیوی بعدی دلتون پر از نور و آرامش باشه. خدا نگهدارتون.